سلام دوست عزیز. مطمئن هستی موهات میریزه؟ میای از من مکمل ریزش مو میخوای؟ برای اینکه بفهمیم واقعا ریزش مو داریم یا نه، متخصصامون تستی رو معرفی کردن که اسمش پول تسته. در این تست حدود 40 الی 60 تار مو رو از کف سرتون انتخاب میکنید و میکشید. یه بار دیگه. اگه بیشتر از 10% موهاتون ریزش پیدا کرد، شما ریزش مو فعال دارید. ولی اگر کمتر از 10% ریزش موی شما نرماله، شما موهاتون ریزش مو نداره. مثلا اگه 40 تا برداشتین 4 تا به پایین نرماله، یا اگر 60 تا برداشتین 6 تا به پایین نرماله. اگر بیشتر از این حد به ریزش شما ریزش مو دارید، مثلا مال من یه دونه بود، پس من ریزش مو ندارم. امیدوارم این کلیپ به دردتون بخوره.